تصور کن یه روز صبح بیدار میشی و دیگه نیازی نیست به دکتر بری. یه دستگاه تو خونت هست که فقط با نگاه کردن به صورتت تمام اطلاعات سلامتی تو بررسی میکنه. حتی قبل از اینکه خودت بفهمی مریضی بهت میگه چی کار کنی. آینده که تا همین چند سال پیش شبیه فیلم‌های علمی تخیلی بود، الان داره با هوش مصنوعی به واقعیت تبدیل میشه. اما چطوری؟ تو این ویدیو میخوایم 10 تاثیر شگفت انگیز هوش مصنوعی در پزشکی آینده رو بررسی کنیم. پس تا آخر همراه ما باش که شاید آینده سلامتی خودت بهش وابسته باشه. قبل از اینکه بریم سراغ این 10 تاثیر، اول ببینیم اصلا هوش مصنوعی چیه؟ هوش مصنوعی یا Artificial Intelligence یعنی سیستم هایی که مثل مغز انسان فکر میکنن، یاد میگیرن و تصمیم میگیرن. تو پزشکی این یعنی درمان سریعتر، دقیقتر و حتی ارزانتر. حالا وقتشه ببینیم چطور داره زندگی هامون رو تغییر میده. شماره 1، تشخیص بیماری با دقت بالا. تا حالا پیش اومده که دکتر یه بیماری رو اشتباه تشخیص بده؟ خب هوش مصنوعی این اشتباهات رو به حداقل میرسونه. مثلا سیستمی مثل دیپ مین گوگل سرطان رو با دقتی بیشتر از پزشکان تشخیص میده. این یعنی شروع درمان خیلی زودتر و نجات جان میلیون‌ها نفر. نرم افزارهای مجهز به هوش مصنوعی میتونن بیماری‌های خاص رو حتی قبل از بروز علائم آشکار شناسایی کنن. این پیش‌بینی‌ها در اکثر موارد بسیار دقیق هستند. هوش مصنوعی تشخیص رو مرحوم به صرفه‌تر و در دسترس‌تر میکنه و این کاربرد هوش مصنوعی در پزشکی نقطه عطفی در زمینه سلامتی و بهداشت است. شماره 2، جراحی با کمک ربات‌ها. ربات‌های جراح مثل داوینسی از دستای ما دقیق‌تر و خطای انسانی رو تقریباً صفر می‌کنن. تصور کن یه جراحی پیچیده مثل مغز یا قلب بدون لرزش دست و کاملاً میلیمتری انجام بشه. هوش مصنوعی اینجا هم حاکمه. هدف هوش مصنوعی جایگزینی پزشکان نیست. در عوض به عنوان کمکی در برجسته کردن بیماری‌های شایع عمل می‌کنه. هوش مصنوعی پزشکان رو قادر می‌سازه تا بر تفسیر سیگنال‌های مهم بیمار تمرکز کنند و تا حدودی زیاد دقت تشخیص رو بالا ببره. به طور خلاصه، هوش مصنوعی به عنوان نوعی دستیار در کارهای پزشکی مدرن عمل می‌کنه و دقت تشخیص رو افزایش میده و بینش‌های ارزشمندی رو ارائه خواهد داد که هم برای متخصصان مراقبت‌های بهداشتی و هم برای بیماران مفیده. از این رو میتوان کاربرد هوش مصنوعی در پزشکی و به خصوص در بخش تشخیص کاربردی و انکارناپذیر دونست. شماره 3، مشاوره‌های پزشکی آنلاین. دیگه نیازی نیست ساعت‌ها تو صف دکتر وایسی. هوش مصنوعی مثل چت‌بات‌های پزشکی با بررسی علائمت میتونن مشاوره اولیه بدن. شماره 4، تولید دارو در زمان کوتاه‌تر. ساخت یه داروی جدید معمولاً سالها طول میکشه. اما با هوش مصنوعی میشه فرمولاسیون داروها رو تو چند ماه پیدا کرد. از اونجایی که تولید داروهای جدید به تدریج رقابتی تر میشن، نفوذ هوش مصنوعی راه حلی متحول کننده ارائه میده. شرکت‌های پزشکی و داروهای برتر در دنیا از هوش مصنوعی برای کاهش هزینه‌های تحقیق و توسعه و دور زدن اشتباهات پرهزینه استفاده می‌کنند. یادگیری ماشین به ویژه کارایی فرآیندهای تحلیلی مختلف رو در توسعه دارو افزایش میده و به طور بالقوه باعث صرفه‌جویی چند میلیون دلاری میشن. شماره 5، مدیریت اطلاعات پزشکی. هوش مصنوعی میتونه پرونده‌های پزشکی رو بررسی کنه و بهترین روش درمان رو برای هر بیمار پیدا کنه. یعنی دیگه از این اشتباهات پیش نمیاد که اطلاعات بیمار گم بشه یا فراموش بشه. هوش مصنوعی میتونه با ارائه جستجوی سریعتر و هوشمندانه‌تر برای کدهای پزشکی به سرعت بخشیدن به این فرآیند کمک کنه. اگر تا اینجا لذت بردی همین الان ویدیو رو لایک کن. شماره 6، پزشکی پیشگیرانه.
قبل از اینکه بیمار بشی هوش مصنوعی بهت هشدار میده. مثلا ساعت‌های هوشمند مثل اپل واچ تغییرات بدن رو رصد میکنن و حتی میتونن حمله قلبی رو پیش بینی کنن. یکی از مهمترین کاربردهای هوش مصنوعی در آینده که با ادغام آن با دستگاه اینترنت اشیا ممکنه ردیابی و پیشگیری از بیماری خواهد بود. تکثیر دستگاه‌ها و برنامه‌های تلفن همراه نقش اساسی در ردیابی و پیشگیری از بیماری‌های مزمن داره و بینش‌های ارزشمندی رو هم به بیماران و هم به پزشکان ارائه میده. شماره 7. پرستاران رباتیک. تصور کن تو بیمارستان یه ربات همیشه کنارته، بهت دارو میده، علائمتو چک میکنه و حتی کمک میکنه حرکت کنی. این آینده پزشکیه. دستیاران مجازی پرستاری توانایی شناسایی بیماری‌ها بر اساس علائم، نظارت بر وضعیت سلامت، ترتیب قرار ملاقات با پزشک و ارائه خدمات مختلف دیگر رو دارند. با مداخله به موقع و قبل از بدتر شدن شرایط مزمن بیمار، اونها کمک قابل توجهی به مراقبت‌های بهداشتی پیشگیرانه می‌کنند. در چشم‌انداز فعلی، این کاربرد هوش مصنوعی در پزشکی در حال تحقق پیدا کردنه و بیمارستان‌ها و مؤسسات زیادی روی اون در کشورهای پیشرفته سرمایه‌گذاری کردند. شماره 8. درمان شخصی سازی شده. هر بدن با بدن دیگه فرق داره. هوش مصنوعی میتونه برای هر آدم یه برنامه درمانی مخصوص طراحی کنه. این یعنی درمانی موثرتر با عوارض کمتر. قدرت درمان شخصی در پتانسیل اون برای افزایش طول عمر بیماران نهفته. یادگیری ماشینی با ایجاد رویکردهای درمانی سفارشی شده پیشرو این حوزه است. در این زمینه یادگیری ماشینی الگوهایی رو آشکار میکنه که نشان میده بیماران خاص چگونه به درمانهای خاص پاسخ میدن و واکنش‌های احتمالی بیمار به درمان داده شده رو پیش بینی میکنه. این توانایی پیشبینی با تجزیه و تحلیل داده‌های بیماران مشابه، بررسی دقیق درمان‌ها و نتایج آنها پرورش پیدا می‌کنه. چنین بینش‌هایی پزشکان رو قادر می‌کنه تا استراتژی‌های درمانی بهینه رو برای هر بیمار تدوین کنند. تو چی؟ حاضری به این ربات اعتماد کنی؟ تو کامنت‌ها نظرتو بنویس. شماره 9. کمک به مناطق دورافتاده. تو مناطق محروم که دسترسی به دکتر سخته، هوش مصنوعی میتونه مثل یه پزشک همراه عمل کنه. یه دستگاه کوچیک با هوش مصنوعی میتونه زندگی هزاران نفر رو نجات بده. شماره 10. کمک به سلامت روان. هوش مصنوعی فقط به جسم کمک نمیکنه، به روان هم توجه داره. مثلا اپلیکیشن هایی هستن که با تحلیل صدای شما سطح استرس یا افسردگیتون رو میسنجن و راهکار میدن. به نظر تو کدوم یک از این تکنولوژی ها زندگی رو بیشتر عوض میکنه؟ حتما نظر تو برامون تو کامنت ها بنویس و یادت نره کانال ما رو سابسکرایب کنی، چون قراره تو ویدیوهای بعدی بریم سراغ تکنولوژی عجیب تری که ممکنه باور نکنی وجود دارن. آینده پزشکی آینده زندگیه و هوش مصنوعی پزشک جدید ما.